سلام تورنادویی های عزیز. سلام به همه. امروز اومدیم با ترک بوسه یهودا از علی آقا سورنا، گاد رپ فارس. بابا بعد دیگه چی شود اولین ریاکشن چنل با علی آقا سورنا باشه. گاد بی‌نظیر. بریم که داشته باشیم بوسه یهودا از علی سورنا. یه جوریه انگار روز مرگی. بر اساس حادثه اینجام با انتقام از ضربات فاجعه از یه زور که از توی نسل نگامون میکرد، با دستور آسمون رو به قانون میبست. یه چیزی بگم قبلش، این که ممکنه ما اصلا پاز ندیم چون اصلا نمیشه فهمید چی میگه، برای همین ممکنه زیاد پاز نداشته باشه، چون آهنگایی که علی سورنا میده اصلا نمیشه به این راحتی فهمید چی میگه. بعد بشینی 20 بار بخونی آره. تا بفهمی چی میگه. نس توی هزار جون میدادن، تکرار میکردن، فکر میکردن دژاوو میشن. مزوزه سیاه شب یه سوز حساسی از شکاف مرگ رویدم از خون اختیار. با لمس عشق توی مرز ممنوعه، با تجربه یه عمیق ترین بوسه سیاسی برهنه شدم از قفل به نماد و دیدم بین زور و قانونتون نفره حواست. قراردادتون مورفین و داد تو دستم گوزد وحشی با حکم قوه قضا. خواستم تیم بشم با بچه ها به ضد باباها، بابا باهاشون تیم شدن زدن زیر پام. دفع شده دنیا ستاره پشت سرم، عمقی نمون تو هر نگاه مختصر. یه دره عمیق آنی خالی شد از جادو، شد یه ارتفاع مختصر از گناه. شعر سرود هرزگی داد از لیز مقدس عشق جنون برهنگی. مکش منو برد توی حافظه خالی، این خلق مرز من بود یه فاصله تاسی. شراب شلاق و شراره های شک وقت شام شیرین آخر، یه قاب تلخ آزاد که توش خواستم و کام لو بدم به هزار. اما هزار منو لو دادن به حکام، مثل تن لخت گلوله مامورا. لخت تنم صدا مزوزه حیولا په حقیقت شام آخر رو بچین دوباره. من فقط مسیح مجرم باشته بوسه یهود. شام آخر طبله شام آخر داوینچیه. ایالا صدا خاصی افتاده نمازشین کاملو بدم به هزار، اما هزار منو لو دادن به حکام. مثل تن لخت گلوله مامورا. لخت تنم صدا مزوزه حیولا په حقیقت شام آخر رو بچین دوباره. من فقط مسیح مجرم باشته بوسه یهود. اما بی سرود مرگ ظلمی زد تو چشم بی فروغ من. تموم تعهداتم و کشتم، به جز هنر نمیشد بخرنم میفروختن. نگه نداشت از مسیر علامت منو، مسیر بدون مقصد سراسر تبو. من فهمیدم از سلولای آهنی رو آغوش شکاف مرز له میکنه پناهنده رو. بگو کجاست مرز رهایی؟ من که خارم تو درز سیاست، استعاره ها شاهدان قتل رقصن. من نیانم تو قلب سیافت شعر، تجربه یه رسواتر از رفتن مرد و خرخره. با هشدار نترسیدم، من نیستم سگ نگهبان نگاه مرده و مسیر محدود و نشخار نکردم. گرم و گستاخ زدم شکست از سنتات و خونیش بازار صورتش. ما زدیم زیر ستون انگ وطن، بکش کنار تا نریزه آوار رو تنت. خطر خاک زخم تیر تراژدی ته طبقه رقصه با ریتم تاریک. چقدر واژه‌آرایی داره، چیزی برای گفتن ندارم. اصلا هر چیزی میگه پشت سر مثلا چی نمیشه. تبعیض به قانون من بیت. ما زدیم زیر ستون انگ وطن، بکش کنار تا نریزه آوار رو تنت. خطر خاک زخم تیر تراژدی ته طبقه رقصه با ریتم تاریک. کمدی تبعیض به قانون من بیرونم از روند سیستماتیک. کجای کاری زدیم من بیخ به لاشیا، بابا تای تاریخ ما خود گناه بازیمون. حالا میل به سخت کجا بذاریم؟ مثل سینه سازمون صدای سرخ سربه. ما خونه بدن خیابون صحنه جنایت، مرز رعشه صداقت دروغ کفتار و شیر. یعنی رفتن مکش تا میل به سخت کجا بذاریم؟ مثل سینه سازمون صدای سرخ سربه. ما خونه بدن خیابون صحنه جنایت، مرز رعشه صداقت دروغ کفتار و شیر. یعنی رفتن مکش تا ته بی حمایت، حتی پاره میکنه باز نهره جنازم. منو اهلی نکن. چه بیت خفن بیت اصلا همه چیزا ترکیب بوم.
کودکش منو برد تو سرگذشت زور. افتادم تو مردمان کور، نعمت از تو آسمون میریخت، پر میکردن بسته بسته تو رو. این یه قرارداد بود بین زمین و آسمون که نظم بده آشوب و مرد خدا. گسست سیاسی اسم نه؟ افتادم تو مردمان کور. نکن. شاید مثل به اونایی که فراموش کنن. نه منظورش اینه که مثلا اونایی که میرن سمت چی یا تسخیر شدن افتادم اون تو. میتونه اینا باشه، ولی من حس میکنم یکم سیاسی آهنگ که کم احتمالش از سیاسی بشه برای اعتراضی که گذشت. خیلی متن زود سیاسی داشت. آره خیلی زود همه فراموش کردم. نیت مونده جمع ترسوتر و فکر شعله های جنگ. روز بعد جمع و بارکی نشونو از تو فقر کشیدن به کار بی ته. عصر تراکتورهای دو پای بی قلب با شخم امنیت و کشت مالکیت. سود تولید صدور بسته بسته نور و شلاق استبداد که کور کرد کور سورو و نور خدا که بسته شد به میله و علمی که اثبات نکرد این شکست نور. نور خدا چیزه دید سیاسیه، بسته شد نور خدا بسته شد به میله های آره نور خدا زندان. بسته شد، گری زده بودم به میله. این حالا تو یادت هست کنه ولی قشنگ سیاسی دیگه، این قشنگ معلوم شد سیاسی آقا. حالا واقعا اصلا مغز آدم نمیگنجه این حرف یعنی. منو ببوس من یه دو پای وحشیم. روز بعد جمع و بارکی نشونو از تو فقر کشیدن به کار بی ته. عصر تراکتورهای دو پای بی قلب با شخم امنیت و کشت مالکیت. سود تولید صدور بسته بسته نور و شلاق استبداد که کور کرد کور سورو و نور خدا که بسته شد به میله و علمی که اثبات نکرد این شکست نور. منو ببوس من یه دو پای وحشیم، فارغ از دکور اندیشه ترور و کان من بی رحم و ثبات خدا که بسته شد به میله و علمی که اثبات نکرد این شکست نور. منو ببوس من یه دو پای وحشیم، فارغ از دکور اندیشه ترور و کان من بی رحم و ثبات و امنیت. اون گلوله که زد بیرونت تو سینه یه کل تمام، اما بی فرود تو اولین هدف و پارگی رو ترجیح دادم به سرزمین مگر که بوسه عشق جایی می بود بس آخرین وطن. یه فاصله بین فرهنگ و مذاب طبیعت و هر دوگانگی از جنس انتخاب و جبر که از پیش انتخاب تصمیم غیر شد. یهودا زمان و تسلیم شعر کن که بوسه ما هر مکان و پس میگرفت. تلو بده به خندت مستم کن منو گرو بده به ترسم ما دست از بوسه بر ندار تو جمع هزاری شومی تفاوتام و لو بده به وحدت. به نام محرومان، به نام دلشکستگان، به نام تن فروشان، به نام خستگان، به نام بی دستگان، به نام هروئین، به نام اعتیاد و زخم. صدای تروریست تصویر قاصدک‌های خاورم داره همه دردای جامعه رو میگه. انگار داره نصیحتمون میکنه یه جوری. اعتیاد، تنفروشی، اصلا همه چی رو گفت دیگه. هر چیزی که هست و نیست توی مملکتمون، حالا هر چیزی بود و نبود و گفت. ادامه ده. یا بزنیم عقب‌تر یکم. شعر کن که بوسه ما هر مکان و پس میگرفت. تلو بده به خندت مستم کن منو گرو بده به ترسم ما دست از بوسه بر ندار تو جمع هزاری شومی تفاوتام و لو بده به وحدت. به نام محرومان، به نام دلشکستگان، به نام تن فروشان، به نام خستگان، به نام بی دستگان، به نام هروئین، به نام اعتیاد و زخم. صدای تروریست تصویر قاصدک‌های خاور میان سرخی خبر، به نام دستگان و خشکی خطر رو دوست نازک زمین و خون که سمت قبله میرفت و غیر از شم و شیر هیچ حادثه‌ای نیست. به نام زنجیر شکستگان و زخم هر جهش که مثل سینم تنت زون یه قصه بی مقصده. به نام تو که تشنه میبندنت تو استعمار و استبداد و ظلم. هزار صلیب، هزار شعر بی اسلحه و حبس شدگان که پوچی رو نمیپذیرن. اتفاقا هر روز میمیرن زنده میشن تهش. اصلا بیت خداست، توش محو میشه. و تمام. به اصلا پایان رسید. چی بود؟ به شخص من مستقیم این آهنگ رفت تو پلیلیستم. اصلا
داشت تو پلیلیست ما هست ولی که ما بنسا داریم دیگه. ولی حالا جدا از شوخی خب اصلا آدم نمیدونه چی بگن. آهنگ خوب دیگه چی میگن، حس و حال عجیبی داشت این آهنگ، مثل انشا میمونه ولی انگار یکی هم داره دوباره نصیحتت میکنه. اصلا آدم فکر میکنه اصلا گذاشته اصلا آهنگ خداست، یعنی علی سورنا هرچی بده مستقیم پلیلیست همه از فکر کنم. بعد کاورش هم انگار یه جایی که جنگ شده مردم دارن میرن، خونی که اون بالا اومده توی همه این تو فضای تاریکی همه انگار همه چیز سیاه دارن میرن از یه جایی میگه دارن تحت یه چیزی تسخیر میشن. یه آهنگ تورنادوی عزیز، ما ویدیو اولمون تموم شد، لطفاً ما رو حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، ساب حتما فراموش نشه. خب ما ویدیو اولمون هم بود، از ریاکشن ها خوب هم که گفتم اول ویدیو هم گفتم آهنگ علی سورنا آهنگی نیست که بشه به این راحتی روش ریاکشن رفت یا در تحلیلش نظر کرد. یه آهنگ سنگینی آهنگ علی سورنا، خودتون خوب میدونید دیگه. حالا ویدیوهای بعدی رو حتما حمایت کنید. تورنادوی عزیز، خدا نگهدار. یه بی زمان که با من همزمان شدی و من علی سورنا به شعر من بسابی.